خدا بود هیچ کس نبود، بعدم خلق آفرید و بعدم آخرش هم خدا هست هیچ کس نیست. این یه جور حدیثه. یه جور حدیث که خدا بود هیچ که نبود، پیغمبر فرمود الان هم همونجوره. و شما کی اینجا نشستید؟ من نمیدونم، من که نمیدونم. خودتون نگاه کنید این کی هستن. بود خدا هیچ کس نبود، حضرت فرمود الان هم همونجوره، خدا هست هیچ کس نیست. اینو چی اینا مخلوق خدای، ظهور اوه، صنع اوه، هنر اوه. این که مستقل نیست که از جای دیگه نیومده، که خدای دیگه نبوده که اینا رو فرستاده باشه. ظهور اوه، جمال اوه، کمال اوه، هنر اوه. دیگه از این سعادت هم اینا هنر اوه. باز هم اون میشه که هنر شخص مال شخص نیست.